ویدیو شماره 1. حمایت بین‌المللی چیست؟ حمایت به معنی میزبانی توسط یک کشور و یا زندگی در یک جای امن می باشد. اگر مجبور هستی کشورت را به خاطر اینکه جانت در خطر است ترک کنی، می توانی حمایت بین‌المللی را تقاضا کنی. اگر در ایتالیا تقاضای پناهندگی کنی، تو ریکیدنت ازیلو نامیده می شوی که معنای پناهجو را می دهد. ایتالیا کنونسیون ژنوا را امضا کرده است که بر اساس آن پناهنده کسی است که به خاطر ترس از آزار و اذیت مجبور به ترک وطن می شود. بر اساس کنونسیون ژنوا یک پناهنده حق دارد در یک کشور دیگر غیر از کشوری که در آن مورد آزار قرار می گیرد تقاضای حمایت بین المللی کند. آزار و اذیت به عملی گفته می شود که حقوق بشر در آن نقض گردد. آزار و اذیت می تواند شامل خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت جنسی باشد و یا دادگاه جنایی برای کسانی که نمی خواهند خدمت نظامی را انجام دهند که باعث کشتن مردم می شود. آزار و اذیت می تواند به دلایل سیاسی، مذهبی، نژادی، ملیت پرستی و یا عضو بودن در گروه اجتماعی خاص باشد. اگر به خاطر یکی از دلایل فوق مورد آزار و اذیت قرار گرفتی، به این معنی است که تو شامل شرایط پناهندگی می شوی. برای معلومات بیشتر از انگیزه های آزار و اذیت لطفاً به فایل صوتی یک عهدنامه ژنوا گوش کن. حتی اگر در کشورت مورد آزار و اذیت قرار نگرفتی، می توانی تقاضای حمایت کنی اگر به دلایل ذیل از کشورت فرار کرده ای، در خطر مجازات اعدام هستی، در معرض خطر شکنجه هستی، زندگیت به خاطر جنگ در کشورت در معرض خطر است. در ایتالیا این خطرها به عنوان آسیب جدی مورد توجه قرار می گیرد. در معرض خطر آسیب جدی به این معنی است که می توانی حق داشتن حمایت فرعی یا سویسیداریا را داشته باشی. وقتی به ایتالیا می رسی ممکن است که بدون مدارک باشی. ممکن است که در کشورت مدارک شناسایی نداشته باشی. مدارک را وقتی که از کشور فرار کردی فراموش کردی، چون وقت نداشتی که از سفارت ایتالیا برای ورود به کشور ایتالیا ویزا بگیری و یا مدارک را در طول سفر گم کرده ای. اگر به ایتالیا بدون مدارک برسی به عنوان غیر قانونی هستی. اگر مدارک داری و بدون ویزا وارد کشور شوی باز هم غیر قانونی هستی. به این دلیل بسیار مهم است که مستقیما به پلیس مراجعه کرده و تقاضای پناهندگی کنی.